سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید. امروز پنجشنبه است 25 ایول و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی نیم ابری است و حرارت دوام روز به 36 درجه می رسد. در شهر دوشنبه نیز هوا خیلی گرم است و پیش بینی می شود حرارت در دوام روز 41 درجه شود. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز می کنیم. پس از 3 روز آغاز مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، راه به جماعت وروخ ناحیه اسفره دوباره باز شد. مقامات حکومت شهر اسفره گفتند صبح بروقت راه وروخ اقصای باز شد و حرکت به سمت مرکزی ناحیه ممکن گشت. اقبال تشایف سخنگوی حکومت شهر اسفره روز 25 ایول به رادیو آزادی گفت ساکنان اقصای مانعه خود در چهارراهی اقصای وروخ را برطرف نمودند و حالا حرکت نقلیات آزادانه صورت میگیرد. و گفت همین حالا رئیس ولایت سوخت و شهر اسفره در وروخ هستند و آمادگی برای استقبال پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان ادامه دارد. در مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که بعد از ظهر 22 ایول آغاز شد، یک ساکن اسفره کشته و چندین تن از هر دو جانب زخمی شدند. بر اثر تیرکشایی از طرف قرقیزستان جلالالدین قرایوی 52 ساله آموزگار تاجیک کشته شد. در این مناقشه در برابر حداقل 5 ساکن وروخ، 2 کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم جراحت برداشتند. در پی مناقشه 3 روز اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، ملاقات عظیم ابراهیم و جینیش رزاقوف، معاونان نخست وزیران دو کشور در قلمرو قرقیزستان برگزار شد. ملاقات نخست نیمه دوم روز 23 ایول صورت گرفته، 24 ایول هم ادامه یافت. دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان میگوید جانب‌ها به این نتیجه رسیدند که سبب مرگ شهروند تاجیکستان را تحقیق نموده و عامل‌های مناقشه رخ داده در وروخ و اقصای را معین کنند. مقامات کمیته دین در تاجیکستان میگویند که به دلیل بحران اقتصادی و مالیوی علاقمندان سفر حج امساله کاهش می‌یابد. سلیمان دولتزاده رئیس این نهاد روز 24 ایول در نشست خبری گفت که سال 2018 عربستان سعودی برای زائران تاجیک حدود 7,500 سهمیه اختصاص داده بود، اما در نهایت تنها حدود 6,500 شهروندان تاجیکستان توانستند در مراسم حج اشتراک کنند. و افزود که سال جاری در عربستان سعودی برای تاجیکستان 6,500 سهمیه جدا کرد، اما امسال نیز همه علاقمندان امکان سفر به عربستان را نخواهند پیدا کرد، زیرا یکی مبلغ فروش حاصل کشاورزی را انتظار است و دیگری با امید مبلغ دیگر. بعد از انجام مراسم سفر به حج تعداد دقیق زائران مشخص خواهد شد گفت او. این در حالی است که به گفته سلیمان دولتزاده در گذشته علاقمندان سفر حج حتی تا سال 2030 نامنویس شده بودند. در پاسخ به این سوال که چرا به جای نفران بی پول علاقمندان دارای شرایط به حج فرستاده نمیشوند، رئیس کمیته گفت که تهیه اسناد سفر وقت میخواهد و به این دلیل زمان نهایی برای پیشنهاد حجت‌ها در سال جاری 31 مارس مشخص شده بود. سفر امساله زائران از تاجیکستان به عربستان سعودی روز 22 ایول آغاز شد و نخستین گروهی حاجیان از پایتخت تاجیکستان به شهر جیده پرواز کردند. حج یکی از فرض‌های شریعت اسلامی است. اکثر زائران برای این سفر مهم تمام عمر پول جمع کرده، برخی دیگر با یاری فرزندانشان به آرزوی خود میرسند. خرج حج امساله 35,128 سومانی معادل 3,700 دلار آمریکایی معین شده است. این نرخ در مقایسه با سال گذشته تقریبا 1,800 سومانی بیشتر است. عبدالمجید مومنزاد با قرار پرزیدنت تاجیکستان روز 24 ایول سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تعیین شد. مومنزاد 40 ساله و زاده ناحیه وخش از سال 2016 تا دیروز معاون اول سردار این خدمات بود. رئیس پیشین خدمات اکرام‌الدین ولیزاده بعد 3 ماه کار در این مقام روز 22 ایول به وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین شد. اینچنین با قرارهای دیگر پرزیدنت روز چهارشنبه معاونان سردار این خدمات نظر عادی نزاده و عبدالصمد سید مرادزاده با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه سبکدوش شدند.
دلشاد مظفرزاده به مقام معاون یکم و زیدالله موسیزاده معاونان سردار خدمات ضد انحصاری تعیین شدند. اینچنین بر اساس فرمان پرزیدنت سفیر تاجیکستان در آلمان صاحب نظر غیرت شاه همزمان سفیر تاجیکستان در جمهوری پولشا تعیین شد. بیننده ارجمند، شما برنامه نوید بامدادی رو میبینید و حالا رو میاریم با خبرها از خارج تاجیکستان. سابق پرزیدنت قرقیزستان المازبک اتامبایف با واسطه یک هواپیمای خصوصی از قرقیزستان به مسکو سفر کرد. نامبرده با 5 اتهام سوء استفاده از قدرت در دوره ریاست جمهوریش از سالهای 2011 تا 2017 عیبدار دانسته می شود. سخنگوی حزب سوسیال دموکرات زیر رهبری اتامبایف در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که اتامبایف از پایگاه نظامی روسیه عاصمه مسکو شد و در مسکو با رهبرانی بلندپایه این کشور وامی خورد. به قول سخنگوی اتامبایف هواپیما را جانبی دعوت کننده به قرقیزستان فرستاده بود. 22 ایول معاون وزیر کارهای داخلی قرقیزستان میرلان کنیمیتوف از مکان زیست اتامبایف بازدید نموده از او درخواست نموده بود که سبب سرکشی از بازپرسیش را شرح بدهد. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نواری نادر دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسانه‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور میشوم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان میگوید دیروز پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف با واسطه تلفن با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف صحبت کرده او را با زادروزش تبریک گفت. روز 24 ایول پرزیدنت ازبکستان 62 ساله شد. این اظهارات اولین گزارش درباره فعالیت‌های پرزیدنت ترکمنستان بردیمحمدوف میباشد که چند روز این جانب در رسانه‌های روسیه آوازها درباره مرگش پهن شدند. در این میان تلویزیون ترکمنستان نواری ویدیویی را نشان داد که در آن بردیمحمدوف در شهر اشخاباد از یک ساختمان زیارت میکند. تلویزیون ابراز داشته است که این نوار 24 ایول گرفته شد، ولی مستقلانه ثابت نمودن زمان این نوار برداری امکان پذیر نیست. در گزارش تلویزیون ترکمنستان چندین دفعه تاکید شد که پرزیدنت بردیمحمدوف تا 15 اوگوست در استراحت است. گروه های حامی حقوق بشر ترکمنستان را یکی از پوشیده ترین جامعه های روی دنیا و حکومت این کشور را ظالم ترین دانستند. به قول آنها حکومت بردیمحمدوف تمام ساحه های حیات جمعیتی را نظارت میکند. روز 24 ایول سخنگوی رهبری حکومت اجرایی افغانستان عبدالله در صحبت با شبکه تلویزیونی طلو گفت که اگر طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را آغاز کنند آنها می توانند در انتخابات پرزیدنتی روز 28 اکتبر اشتراک کنند. اظهارات فریدون خزان سخنگوی حکومت اجرایی 4 روز پیش از آغاز رسمی معرکه انتخابات پرزیدنتی افغانستان نشر شد. یک روز پیش از آن سروزیر پاکستان عمران خان هم در شهر واشنگتن گفته بود که او با طالبان واخورده آنها را با مذاکرات با حکومت افغانستان مائل خواهد کرد. 17 نامزد برای کرسی پرزیدنت این حال تلاش دارند. در عین زمان پرزیدنت افغانستان اشرف غنی هم می‌خواهد بار دیگر پرزیدنت افغانستان انتخاب شود. همه این نامزدها مرد و از جمله یکی از نامزدها جنگسالار هستند. انتخابات در شرایط برگزار می‌گردد که تقریبا هر روز حمله‌های جنگجویان به قید گرفته می شود. طالبان تخمینا نصف قلمرو افغانستان را تحت نظارت دارند. دادگاه روسیه پیشوای مخالفان این کشور الکسی نوالنی را با جرم دعوت به اعتراض بدون اجازت برای 3 روز از آزادی محروم کرد. در قطار نوالنی پلیس خانه‌های مخالفان را که در انتخابات مجلس مسکو نامزدیشان را پیشبری کردند کافت و کاب کرد. بینندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه با درخواست شما همچنان نظری می داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از طرف بانک ملی معین شده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 51 درم و 1000 روبل روسی 149 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شوند. ما را همراهی کنید.